دوستای نازنینم گوش کنید، انسان باید شدن و بودن خودش رو یاد بگیره. انسان شدن باید یاد بگیریم. یادتان باشه ما انسان به دنیا نمیم. اینجا اشتباه کردیم. خب فکر میکنیم ما که به دنیا میم، انسان به دنیا میم. نه، یک وقوقی قلمقالی هستیم که تا دلت باشه. یک چیز به دنیا میم. هیچ از عقل منطق خبری نیست. ما باید انسان شدن یاد بگیریم. انسان شدن باید یاد بگیریم. خوب گوش کنید، حیوانات در میلیون سال چندان تغییر نکرده، اما انسان تغییر کرده رفته. گاو 1000 سال پیشم قصه کنن اونمو گاو بود، زمین قلبه میکرد، دیگه چیز نبود، شاخ جنگی میکرد. زنبور اصلا بیچاره 1000 سال پیش نمی فعالیتی را میکنه که این خانگی کاشم تغییر نکرده، گرگام هم کل چیز. ولی انسان 1000 سال پیش نیست دیگه. در غار زندگی میکرد، امروز در قصر زندگی میکنه، وسایل داره. امروز در اینجا گپ میزنی، در امریکا این ویدیو رو موتی اینجا ثبت میکنیم، در امریکا ما وطن ما میبینه. انسان رشد میکنه، انسان رشد میکنه. ما و شما رشد خوش نداریم. ما و شما رو بگوییم که دیگه ما تخت دنبالش هستیم، خود زیاد ما افغانا خوش داریم رشد نکنیم. نه، ما ثبات خوش داریم. نه، ما اینو هستیم. ما افغانا گپ ما یک گپ هستن. گفت چند ساله؟ دیگه 20 ساله. 10 سال بعد گفت چند ساله؟ دیگه 20 ساله. گفت 10 سال پیش گفت مرد یک گپ. افغانا یک گپ داره. اینا ما اینم رقم هستیم. برو دست غلط کم چه هر چی میگی برای خودت بگو. در خونه برای خودت لکچر بده. ثبت گوش چی آدمای هستیم. گوش کنید. این جگت بسیار جالب است. این گپ گوش کن. در گیاهان، حیوانات، نباتات، در کل چیز ماهیتشان